بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، برادران عزیز، خواهران گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما و شما در این درس نوبت میرسه به نواقض و نواقص اسلام. سه موضوع اساسی که با هم بسیار ارتباط دارن. یکی موضوع نواقض ایمان هست و موضوع ارتداد است و تکفیر هست. و طبعا اصطلاحات شرعی هستند و احکام شرعی هستند که انسان مسلمان مکلفیت داره که هر کدام از اینا را بفهمه. و منفعت از این هم امی هست که وقتی یک انسان بفهمه که اگر در نواقض ایمان مبتلا شده هست، پس کوشش میکنه که دوباره تجدید ایمان بکنه و توبه بکنه و رجوع بکنه، به خاطر ازی که انسان در دو حالت توبهش قبول نمیشه. یکی در یک حالتی که انسان ملک الموت ببینه و وقت ملک الموت ببینه اگر کلمه بخونه و توبه بکنه، باز اگر کافر باشه یا مرتد باشه یا مشرک باشه، در اون لحظه باز چون موضوع غیب ختم میشه و ملائکه عذاب که دید در این وقت توبه میکنه، توبهش قبول نمیشه. و به می شکل وقتی که آفتاب از غرب طلوع میکنه، یعنی قیامت شروع میشه، در این وقت هم اگر کسی توبه میکنه، باز توبهش الله قبول نمیکنه. در غیر از این دو حالت انسان اگر به هر گناه مبتلا می باشه، شرک می باشه، کفر می باشه، میفهمه که والا ما در این کار مرتد شدیم، ولی دوباره توبه میکنه و به الله رجوع میکنه، الله متعال غفور و رحیم هست. اما شرک ازیره و کفر ازیره میبخشه الله. در سوره نوح علیه السلام برای مردم میگفته که انه کان غفارا، الله را معرفی میکنه که الله غفار هست. اینا اکثرا مشرک بودن، یعنی الله حتی شرک و کفر هم وقتی انسان توبه بکنه و رجوع بکنه الله میبخشه. پس دانستن از این اصطلاحات که اگر انسان میفهمه که مثلا ما ایمان ما نقص شده و یا مثلا ما در ارتداد داخل شدیم یا در کفر داخل شدیم، قبل از اینکه انسان منفعتش به دیگرها برسه، به خود انسان منفعتش است که خود انسان میفهمه که ما رجوع بکنم. و همچنان در زندگی اجتماعی انسان وقتی بفهمه که مثلا فلان شخص کافر هست یا مرتد هست یا ایمانش نقص شده، این حال وقتی که یک نفر ایمانش نقص میشه، در کفر و شرک و ارتداد مبتلا میشه، این حال خانم ازی اگر مرد است، خانمش سرش طلاق میشه. و برای مسلمان ها اجازه نیست که باز اگر او مجرد است برای دختر خدا بتن. برای یک مشرک یا برای کافر یا برای مرتد دختر دادن به این معنا هست که او را به زنا راضی شدن است. و بسیاری کسایی که مسئله را نمیفهمیدن، حتی در زمان که کمونیستا آمدن، کسایی بودن که کمونیست بودن و مرتد شده بودن و کفر خود صراحتا بیان میکردن که ما پیرو مارکس هستیم، پیرو انگلس هستیم، پیرو لنین هستیم و به ضد اسلام کار میکردن و اونا را علما تکفیر کرده بودن و میگفتن کسی که کمونیست میشه کافر هست. ولی بسیاری کسا این مسائل نمیفهمید که مثلا ایمان از این نقص میشه یا این مرتد میشه، باز میخیسن مثلا برای دختر خودم میتونن. این حال تصور بکنین اگر یک کس مرتد باشه و کسی دختر خود برای این مرتد داد، این حال در طول عمری دختر از این به زنا مبتلا شده است و خود از این هم مخالفت با حکم الله کرده است.
و یا اگر مثلا یک مرد است میفهمه که یک خانم هست در ارتداد مبتلا هست. بعضی خانم ها هستن که مثلا سر اسلام رشخندی میکنن، استهزا میکنن، حجاب در میتن، اسلام قبول نمیکنن. اینالی مرد وقتی که بفهمه که اینمی خانم مرتد هست، نکاحش به امرای ازو نمیشه. اینال اگر امرای ازو ازدواج میکنه و نکاح ازی نمیشه، اینالی در طول عمر تا وقتی که امرای ازی هست و او توبه نکرده در ارتداد خود هست، پسی در زنا مبتلا هست. اینال فهمیدن این نواقض ایمان، فهمیدن تکفیر و فهمیدن ارتداد، این مسائل بسیار اساسی هست. خب این بخش ها باز فرق میکنه. مثلا من یک انسان عادی به خاطر نجات خود این مسائل بفهمم که حداقل خودم مبتلا نشم. چون حذیفه رضی الله تعالی عنه پرسان میگفت که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم در مورد خوبی ها پرسان میکردن، ولی من میگه در مورد زشتی ها پرسان میکردم به خاطر که خود وقایع بکنم. انسان هوشیار فهمیده ای است که وقتی ما یک ویروس بشناسیم به مو ویروس مبتلا نمیشیم. اگر ما بفهمیم در کامپیوتر ما انتی ویروس باید انستال باشه، پس اگر کدام ویروسی میایه این کامپیوتر ما از بین برده نمیتونه. اما اگر نباشه تمام درسا و همه چیزی که ما دارم کلش از بین میره. پس دانستن ویروس یا در شناختن میکروب یا شناختن مرض برازی است که انسان خود وقایع میکنه. این در اسلام هم بخش‌های وقایوی هست و بخش‌های معالجوی هست. بسیاری از احکام اسلام به خاطر چی هست؟ به خاطر وقایع هست. وقایوی که انسان وقتی رو میشناسه تا خود از این چیزها وقایع بکنه و به این چیزها مبتلا نشه. این حالا اگر کس میگه که مثلا من این چیزها رو ضرورت ندارم و یا نمیخوانم یا نمیفهمم، پس بسیاری کسا مبتلا میشن. من گفتم براتون بسیاری کسا ما به چشم خود دیدیم که مبتلا شدن در شرک، در کفر، در ارتداد، ولی خودش خبر نداره. چه وقت خبر میشه؟ یک وقتی که ببینی که از این دنیا بره و در روز قیامت امر الله شود که وامتاز الیوم ایها المجرمون، ای مجرمان شما از بین مؤمنین جدا شوین. و در اینجا فکر بکنه که من خود چقدر نماز میخوانم، چقدر روزه میگرفتم و چقدر حج میرفتم و چقدر عمره میرفتم، ولی اونجا برش گفته شود که نخیر، خودت مبتلا به این نواقض ایمان بودی و خودت در جمله مؤمنین موحدین نیستی. و خطر هم دهی است که ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله باز کسی را که به امرای شرک از این دنیا رفته باشه، توبه نکرده باشه، نمیبخشه. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، دیگه گناه ها را میبخشه، اما شرک و کفر و ارتداد اینا را باز الله متعالی را نمیبخشه. از این خاطر دانستن قضیه نواقض ایمان و تکفیر و ارتداد این اول بر خود انسان بسیار فایده داره. خب باز ای که مثلا در مورد از حکم قاضی میکنه در محکمه و علمایی که فتوا میدن امی قواعد سر یک شخص معین چه قسم تطبیق میکنن و او را مثلا امیر در محکمه مثلا حکم مرتد، جزای مرتد بالای ازی جاری میکنن، خب او به مربوط به قضا میشه. اما من نیست یک عوام الناس خب به خاطر وقایع ایمان خود و وقایع خانواده خود و به خاطر از یک حکم است، حتی اگر یک نفر کافر باشه و در نواقض ایمان باز ما شما میخوانیم که اگر یک کس کافر باشه و او کافری که کفرش معلوم دار و ثابت است و جهری و میفهمی که می کافر است، بازور تو کافر نمیگی، خودت پس کافر میشی. مثلا امروز کسایی هستن که میگن من یهود کافر نمیگم، نصارا را من کافر نمیگم، مشرکین ما کافر نمیگم، میخوایم مسالمت آمیز زندگی بکنیم. خب این سخن خودت است، اما در پالوی ازی وقتی که میگی من یهود کافر نمیگم، نصرانی را کافر نمیگم، یا مشرک کافر نمیگم، یا مرتد کافر نمیگم، وقتی که الله متعال اونا را کافر گفته و تو نمیگی، به این معنا که این آیات قرآنه که اونا را تکفیر کرده هست، اونا را کافر گفته هست،
پس خودت تو آیات قرآن انکار میکنی و انکار از آیات قرآن سبب کفر خود انسان میشه. الله متعال میگه که ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين اولئك هم شر البریه. اینجا الله متعال میگه یقینا ان الذين، یقینا کسانی که کفر و کافر شدن، من اهل الكتاب، از اهل کتاب و مشرکین، اولئک هم شر البریه، اونا بدترین مخلوقات الله هستن. پس این الله میگه اونا برترین مخلوقات هستن. یا کسی که میخواد بسیار خوب مردم هستن، در روی سرک به همراه ما بسیار خوب معامله میکنن، همسایه ما هستن همراه ما خوب رفت آمد میکنن، یگان وقت مثلا یگان چیز که پخته میکنن، خب کافر است. ان الذين كفروا کافر است. حالا تو به خاطر از اینکه بر توی عقاب الوا روان کرده میگی کافر نیست، خب کافر کفرش هست. یکی باز مثلا اخلاق میکنه و چی میکنه، خب دشمن الله هست دیگه، کافر هست. میتونی برای از کافر امرایش خیشی بکنی، رابطه داشته باشی، میتونی دخترت به یک یهودی بدی، به یک نصرانی بدی. خب وقتی که نمیتونی، پس چرا مثلا میگی که در این قسمت ها به تفاوت باشیم؟ پس نه، این مسائل احکام شرعی هست، این احکام هم میفهمیم، نه افراط میکنیم نه تفریط میکنیم. بعضی کسا افراط میکنن. افراط به این معنی که مثلا بعضی کسا حتی یک کسی که یک گناه کبیره میکنه، مثلا زناکار، ایران میگه تو کافر هست. یک نفر شراب خورد میگه یا هم کافر است. خیر، در گناه صغیره و گناه کبیره کسی کافر نمیشه. کافر در مسائل چی میشه؟ مسائلی که مربوط به اعتقادات هست. کفر اعتقادی هست، کفر عملی هست و کفر قولی هست. یک نفر با زبان خود کفر میگه یا با عمل خود مثلا قرآن شریف زیر پای خود میپرته و لغت میکنه. یک کسی دیگه خودش میگه که من به هیچ چیز ایمان ندارم، باور ندارم، خب این کافر است دیگه. حالا میگه من کافر هستم، شما میگه که نه ما به زور تو رو در جنت روان میکنیم. خب نمیشه کسی رو به زور در جنت روان بکنی. و بعضی کسا هستن باز بخی تفریط میکنن به این معنی که او کسی که کافر هست او هم کافر نمیگه، مشرک است او هم مشرک نمیگه، مرتد است او هم مرتد نمیگه. بنابراین اینجا افراط و تفریط است. نه، عقیده اهل سنت و الجماعت چی هست؟ وسطیت است. نه افراط میکنیم و نه تفریط میکنیم. کسایی را که الله و رسولش کافر گفتن کافر میگیم. الله و رسولش و با فهم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا کسی را گفتن که ایمانش با این چیز نقص شد، میگیم که نقص شده هست. و کسی را که نگفته هست ما هم نمیگیم. خب این مقدمتا یعنی فایده ازی است که مثلا ما و شما چی را میخوایم. درس امروزی ما و شما بحث اصلیش که هست، ما و شما دو اصطلاح داریم باید بفهمیم. یکی نواقص ایمان است و یکی نواقض ایمان هست. نواقص به معنای نقصان کننده ها. چی معنی؟ یعنی نواقص ایمان چیزهایی هستند که من براتون میگم که امروز سرزمین بحث میکنیم. نواقص ایمان او است که ایمان ناقص میکنه، رتبهش پایین میاره. مثلا ایمان یک از 100% است، با مرتکب شدن به نواقص ایمان از دایره ایمان خارج نمیشه، لیکن دایره ایمان است. از دایره ایمان، از چوکات ایمان خارج نمیشه، لکن نمی چوکات ایمانش ضعیف است. ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، بسیار ضعیف میشه که این مقدمه میشه برای اینکه بالاخره از این چوکات خارجش کنه، اما با این عمل این خارج نمیشه. این نواقص ایمان میگه. ما باید اصطلاحات شرعی را به شکل علمی و اکادمیک، همین قسمی که من میخوانم نشر میکنیم و مستند با اقوال، با آیت، با حدیث، با اقوال علما خدمتتان بیان میکنیم، این قسم یاد بگیریم. خب این که مثلا نظر شخصی کسی چی گپ است، ما و شما نظر شخصی در اینجا نیست. در اینجا عقل خدا و علم خدا و فهم خدا برای فهمیدن قرآن و سنت استفاده میکنیم. نه که مثلا من نظر شخصی دارم، مرکز نظر شخصیش میفهمه پیش خودش است. لکن ما در مسائل دین نظریات کار نداریم. در مسائل دین حکم الله را میخوانیم، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوانیم و فهم این دین هم قبل از ما صحابه چه قسم فهمیدن، تابعین چه قسم فهمیدن و تبع تابعین چه قسم فهمیدن، به او شکل میفهمیم. خب پس دو اصطلاح هست. یکی نواقص ایمان هست که ایمان انسان ناقص میکنه و یکی نواقض ایمان هست که به ذات هست. نواقص به صاد هست
یعنی نقصان دهندگان، و نواقض به معنای شکننده ها، نقض کننده ها. مثلا ما شما میگیم نواقض وضو، چی معنی؟ یعنی چیزهایی که وضو را نقض میکنن، میشکنانه. پس چیزهایی که ایمان مشکنانه، ایمان انسانه، او هم بر نواقض ایمان گفته میشه. پس باید این دو اصطلاح را فرق بکنیم که نواقض ایمان است یا نواقض ایمان هست. وقتی میگیم اینی کار در نواقض ایمان هست، یعنی ایمان را نقصان میرسانه، لکن کسی که کار کرده او را ما کافر گفته نمیتونیم، مرتد گفته نمیتونیم، از دایره ایمان خارج نمیشه. اما اگر نواقص باز میفهمیم در نواقص ایمان داخل شد، باز او از شوکات ایمان خارج میشه. از این خاطر کل اصطلاحات دقیق هست. خب در درس امروزی اول ما و شما نواقص ایمان میخوانیم. نواقص چی را میگن؟ میگن نواقص جمع ناقص هست. نواقص جمع چی هست؟ جمع ناقص هست، و ناقص به معنای نقصان رساننده، نقصان رساننده، نقصان کننده، ضعیف کننده، به این معنی. و در اصطلاح شریعت اسلامی نواقص ایمان امور است که ایمان نقصان میتن، ایمان ضعیف میسازن، ولی کسی که به این نواقص ایمان داخل شده هست از دایره ایمان خارج نمیشه، او را کس کافر گفته نمیتونه، مسلمان هست. خب ولی چی هست؟ و علما چی میگن؟ میگه و کل ذنب و معصیت فانه من نواقص التوحید. یعنی میگه هر گناه و هر معصیت که است، میگه از جمله نواقص توحید است. عقیده تو را ضعیف میسازه، رتبهش پایین میسازه. خب چند قسم ما و شما نواقص ایمان داریم، اقسام مختلف داره. قسم اولش مثلا کفر اصغر هست. کفر اصغر ما و شما در درس‌های قبلی خواندیم دیگه، اگر درس‌های سابقه رو یاد داشته باشین ضرورت نیست براتون تشریح بتون. وقتی که میگم کفر اصغر یا کفر اکبر میفهمین. از جمله نواقص ایمان یکی کفر اصغر هست. کفر اصغر چی را میگن؟ خب شاید بعضی دوستا بگن ما در درس‌های سابقه نبودم یا مثلا گوش نگرفتیم. خب نبودی، گوش نگرفتی، از همین خاطر باز درست نمیفهمی، سوال برات مشکل پیدا میشه. اما اگر یک کسی به سلسله درس‌ها را بخونه و اگر درس از پیشش فوت هم شده میره دوباره به یوتیوب هم درس‌های گذشته را که از پیش فوت شده میخونه، باز مشکلش حل میشه. چرا درس که مثل سلسله واره هست. این درس که یاد داشتی درس بعدیش خوب میفهمی. اگر درس قبلی رو یاد نداشته باشی حالا میخونی بر سوال پیدا میشه، صدها سوال پیدا میشه، در حالی که سوالا قبلا جواب گفته شده است. به هر صورت با وجود از این، به خاطر از اینکه دوستایی که مثلا درست این اصطلاح رو نمیفهمم و برشان کم کم تشریح میکنم. مثلا در نواقص ایمان یکیش کفر اصغر است. کفر اصغر علما چی میگن؟ میگه هو الذنوب العملیه. کفر اصغر گناه های عملی است التي وردت النصوص الشرعیه به اطلاق الكفر علیها، که در شریعت بالای از کلمه کفر استعمال شده. سرش چی استعمال شده؟ کلمه کفر استعمال شده. ولم تصل الى حد الكفر، لكن به حد کفر اکبر نرسیده. اصطلاح کفر برش اصطلاح استعمال شده. چرا؟ به خاطر از اینکه بسیار گناه بزرگ است. از گناه کبیره کدام گناه چی است؟ بزرگ است. از این خاطر برش چی استعمال شده؟ کلمه کفر استعمال شده. لکن انسان از دایره ایمان خارج نمیکنه. مثلا مثالش، مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. اینه رسول الله صلی الله علیه و گفته، میگه دشنام دادن به یک مسلمان، سباب دشنام میگه، یک کسی برای یک مسلمان دشنام میده، میگه این دشنام دادنش فسوق است. چی معنی؟ یعنی این فاسق میشه. و قتاله کفران. این برای قتال چی گفته؟ میگه اگر یک مسلمان که یک مسلمان دیگه میجنگه این کفر است. خب این خوی رسول الله میره کفر گفته. لکن علما میگن که نه خیر، ای برش به خاطر غلظت این کفر گفته، لکن این کفر نیست. چرا؟ میگه به خاطر ازی که در آیت قرآن آمده هست که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو طایفه از مؤمنا، الله متعال بر چی استعمال کرده؟ مؤمنین استعمال کرده. پس اینجا الله گفته که اگر دو طایفه مؤمنا
بین هم قتال بکنن، فاصلحوا بینهما، در بینشان شما صلح بکنین. مؤمنین هستن یا مسلمان هستن یا مسلمان هستن، در بین خود سر یک مسئله اختلاف کردن، در بین خود جنگ کردن. الله متعال بر از اینا مؤمنین گفتن، یعنی یا به خاطر جنگیدن با هم یا مؤمن الله متعال گفته شما در بینشان صلح کنین که پس جنگشان ختم شود، چون مؤمنا هستن. خب اونجا خیر رسول الله صلی الله علیه و سلم که گفت و قتاله کفرون، جنگیدن با مؤمنین کفر است، اینال ایره علما میگن که اونجا کلمه کفر استعمال شد و اینجا برای قتال از اینا الله مؤمنین استعمال کرد. چرا؟ میگه به خاطر ازی که کفر از اینا کفر اکبر نیست. پس و قتاله کفرون چه قسم تفسیر میکنیم؟ میگه برش میگیم که و قتاله و جنگیدن مؤمن با مؤمن، مسلمان با مسلمان کفر اصغر هست. کفر اصغر چی هست؟ یعنی ایره از دایره ایمان خارج نمیکنه. چرا کفر گفتیش؟ به خاطر ازی کفر گفته که گناه ازی بسیار بزرگ است، بسیار خطرناک است. از گناهی از زنا کدام خطرناک است؟ کسی که مسلمان می جنگه. از شراب خوردن هم که این خطرناک است. برای این کلمه کفر استعمال شده. لیکن کفر چی است؟ کفر اصغر است. از این خاطر علما میگن کفرون دون کفرن. یک اصطلاح هست، شاید بشنوین زیاد، مثلا یک فلانی چیز میگه بله کفر است، کفرون دون کفرن، یعنی کفر اکبر نیست که شخص از دایره ایمان خارج شود. و اصطلاحات شرعی است. وقتی که انسان مثلا یک دین میفهمه، باید اصطلاحات شرعی را، اعتقادی را کلش از متخصص و مسلکیش بفهمه. اصطلاحات کامپیوتر از متخصص کامپیوتر میفهمیم، اصطلاحات طبی را مثلا از اصطلاحات طبی را مثلا ما از پیش دکتر طب میفهمیم. از این خاطر اصطلاحات فرق میکنن. خب این حال وقتی که این قسم است، مثالش شما قبلا در درس‌ها زیاد خوانیم کفر اصغر و حکمش هم گفتیم که و هو ما لا یناقض اصل الایمان، اصل ایمان از بین نمیبره، بل ینقصه و یضعفه، بلکه ایره ناقص میسازه و ایره ضعیف میسازه. ولا یسلب صاحبه صفت الاسلام و حسانته، میگه این صاحب ازیره از صفت اسلام نمیکشش و از امو محسن بودن که در اسلام محسن هست و خونش محفوظ است ایره بیرون نمیکنه. و هو المشهور عند العلماء به قولهم، میگه علما ایره چی میگن؟ میگه علما ایره کفر دون کفر میگن، یعنی هم کفر اصغر میگن و هم کفر دون کفر میگن، یعنی از کفر کلان کرده این رتبهش پایین تر است، به خاطر که منجر به چی نمیشه؟ به خارج کردن یک کس از دایره ایمان نمیشه. خب پس کفر اصغر یکی از نواقص ایمان هست. نواقص نه، زی خاطر باید بفهمیم. قسم دوم شرک اصغر هست. ببین شرک اصغر ما و شما قبلا خوانیم که یکی شرک اکبر است که از دایره ایمان انسان خارج میکنه. مبتلا شدن به کس به شرک اکبر مبتلا میشه، یا از دایره ایمان رفت، کافر شد، خارج شد از دین اسلام. اما یکی شرک اصغر هست. شرک اصغر در حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. گفت از اون چیزی که از شما بسیار سر شما میترسم که به اون مبتلا نشین، و چی هست؟ شرک اصغر است. قالوا و ما الشرک الاصغر یا رسول الله؟ گفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم شرک اصغر چی هست؟ قال الریا، یکی هم ریاکاری هست. این ریاکاری هم که است این شرک اصغر میگن. خب یعنی چی است؟ از این خاطر علما میگه شرک اصغر ذریعه برای شرک اکبر است که اگر زیاد شده بره و زیاد شده بره و زیاد شده بره، انسان به شرک اکبر میرسانه. اما در حال فعلا شرک چی است؟ شرک اصغر است، یعنی کوچک است. حکم شرک اصغر چی است؟ ما و شما حکم شرک اصغر مثالایش بسیار قبلا در درس یک دو سه هفته پیش ما و شما سرازیم. پس شرک اصغر از جمله نواقض ایمان هست. نواقض نیست، از جمله نواقض ایمان نیست، از جمله نواقص ایمان است. یعنی شرک اصغر به ایمان انسان نقصان میرسانه.
مثلا ما و شما در شرک اصغر خوانده بدیم، لکن شرط چی است که بعض شرکای اصغر هستن که در بعضی حالات مبدل به شرک اکبر میشه. مثلا قسم خوردن به غیر الله. اگر مثلا یک نفر متعادی یک چیز قسم یاد میکنه، مثلا قسم است به سرت، یا قسم است مثلا به فلان شخص، یا قسم است مثلا به عادات مردم از بعضی ها قسم میخوره، اما اگر او شخص تعظیم میکنه و تو صفتی از صفات الله را برش میته، مثل که بت پرستا قسم میخوردن برای بتها، بازو در شرک اکبر داخل میشه. یعنی کل قسم ها هم شرک اصغر نیست. مثلا بعضی قسم ها هست، مثلا یک نفر برای یک شخص قسم خورد که به پدرم قسم است، یک شخص دیگه مثلا بگه به پیر ما قسم است، به پیغمبر قسم هست. این حالی کسی که به پیر و به پیغمبر قسم یاد میکنه، بعضی اوقات بر از این پیر یا به پیغمبر صفات الله را میته، یعنی او صفت ربوبیت و الوهیت میته. از او خاطر او علم غیب مثلا برش قائل میشه، از او خاطر برای او قسم یاد میکنه. بناهن اگر یک کسی به غیر الله قسم یاد میکنه، لکن او را تعظیمی که صفات الله را برش بده نته، او باز شرک اصغر است. اما اگر قسم میخوره به یک کسی به این معنا که او را تو تعظیم میکنه که صفات الله را برش میده، پس در اون صورت با این به شرک اکبر مبدل میشه. متوجه باشیم اینجا. قسم سوم که است نفاق اصغر هست. ما و شما کفر اکبر، کفر اصغر، شرک اکبر، شرک اصغر. شرک اکبر، شرک اصغر، کفر اصغر از جمله نواقص هستند، نقصان رسانندگان هستند، نقصان میرسانه بر ایمان، انسان ضعیف میسازه. سومش نفاق اصغر است. نفاق اصغر چی است؟ نفاق اصغر او هم میگه هو النفاق العملی و اختلاف السر والعلانیت فی الواجبات. میگه ای چی هست نفاق اصغر؟ میگه اون نفاق عملی هست که ظاهر و باطن انسان در امور، بعض امور مثلا فرق میکنه. لیکن نفاق اکبر خب ما شما خوانیم که نفاق اکبری است که یک نفر در ظاهر ادعای ایمان میکنه لکن در داخلش کافر است. مثل منافقین در ظاهر میگه من مسلمان هستم، اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم. که مسلمان ها که میشن میگه ما مسلمان هستیم، کلمه میخوانیم، خوب مردم هستیم. وقتی که کافراشش باز میگه نه، و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطین قالوا انما نحن مستهزئون. مخصوصا از مسلمانان استهزاء و رشخندی میکنیم. پس این منافق کفرش اکبر است. یکی نفاق اصغر است. و نفاق اصغر چی است؟ نفاق اصغر نفاق عملی هست. مثلا یک عمل از اعمال منافقین انجام میتن لکن عقیدهش مثل عقیده منافقین نیست. بناهن چی میمانه؟ مثل چی؟ مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث شریف میگه که آیت المنافق ثلاث. میگه علامت منافق 3 تا هست. اینجا خبرش منافق گفت. چیست مثلا این علاماتش؟ میگه اذا حدث کذبا. وقتی که گپ میزنه دروغ میگه. دروغ گفتن از علامات منافق است. و اذا وعد اخلف. وقتی که وعده میته مخالف وعده خود میکنه. و اذا اؤتمن. وقتی برش امانت بیتی امانت خیانت میکنه. خب مسلمان است، نماز میخونه، روزه میگیره، کلمه میخونه، عقیدهش جور است، لکن برش امانت میتی، برش میتی که می کالای میده میخوانه تا نگاه کو، دیگه روز میدی که وقت کالای تا پوشیده. این چرا؟ این قسم تکه شما هم دارین؟ نه کالای خودت بود، من میره پوشیده. خب امانت پشت از دیگه پا چی میگردی امانت؟ بسیاری کسا هم قسم عادت دارن. در قسمت امانت بسیار بی‌تفاوت است. یک چیز پیش امانت میمونه که من برای چند وقت اینجا نیستم یا در سفر هستم، همین چیزا در خانه تان امانت باشه. دیگر روز میری که وقت یخچالت از میوه ها پر شده و ماشین کالاشویی تقه کالاششتن که بیخی وضعیتش خراب کرده و بدون اجازه. این حال رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اینمی دروغ گفتن، وعده خلافی کردن، امانت داری نکردن، این از علامات نفاق است.
این نفاق است. آیت المنافق. پس این شخصی که این کار کرد آلی کافر است؟ نه. این علما میگن که به خاطر که جرم ازی بسیار غلیظ هست، برای تو میگه که مثلا ما ساعت 10 بجه میم و تو منتظرش هستی، 10 بجه کارت میمانی و روزگارت میمانی و فامیلا میگه که فلانی میه و بیشی و آمادگی میگیری، یک وقت 3 بجه 4 بجه میشه نامد، کل پروگرام های تو رو خراب کرد. این وعده خلافی هست. خب میتونستم که نمیمده بر زنگ میزد که ببخشی من مشکل برام پیدا شد آمدن نتونستم، تو دیگه قرار اونجا منتظر هستی. این حال به خاطر ازی که جرمش بسیار بزرگ هست، از این خاطر برش رسول الله هم کلمه منافق استعمال کردن. لکن نفاق از چی هست؟ نفاق اکبر است یا اصغر است؟ نفاق اصغر هست، یعنی ایره از دایره ایمان خارج نمیکنه. مسلمان هست لکن وعده خلاف است، مسلمان هست لکن دروغ میگه، لکن مسلمان هست لکن چی میکنه؟ امانت خیانت میکنه. پس این چی هست؟ این از نفاق اصغر. حکمش چی هست؟ حکم نفاق اصغر میگه، حکم نفاق اصغر میگه که این چی هست؟ مع بقای اصل ایمان فی قلب و صاحبه لا یخرج من المله. ایمان قلبی شخص داره و کسی با این نفاق اصغر از دایره ایمان خارج نمیشه. یعنی نفاق اصغر مربوط عقیده نیست، مربوط کفر نیست، انسان در کفر داخل نمیکنه، ولی چی هست؟ این گناهکار است و گناهش بسیار بزرگ هست که انسان باید از این چیزها خود دور بسازه. یعنی ایمانش ضعیف است. یک نفر دروغ نمیگه، مسلمان هست، دروغ نمیگه، ایمانش قوی هست. غیبت نمیکنه، ایمانش قوی هست. مال کسی را خیانت نمیکنه، ایمانش قوی هست. با هر عملی که ما شما میکنیم ایمان ما چی میشه؟ قوی میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. میگه مسلمان واقعی کی است که مسلمان های دیگه از شر دستش و زبانش در امان باشه. حالی جو گفتم مسلمان یعنی مسلمانی که اسلامش خوب و قوی و کامل هست. این حال اگر کسی با دست خود یا با زبان خود بر یک نفر مثلا ضرر میرسونه، پس اسلام از چی میشه؟ رتبهش پایین، ضعیف هست. خب دیگه ظلم اصغر هست. ببین اصطلاحات ما و شما کفر اصغر، شرک اصغر و نفاق اصغر خوانیم که یا در جمله چی هستن؟ نواقص ایمان. چهارمی چی هست؟ این چی هست؟ ظلم اصغر هست. ظلم اصغر چی هست؟ ظلم یکی ظلم اکبر است و یکی ظلم اصغر هست. ظلم اکبر چی هست؟ میگه از ظلم اکبر و هو الکفر و الشرک. ظلم اکبر او کفر و شرک است، چون الله متعال میگه ان الشرک لظلم عظیم. اینجا کلمه ظلم چه قسم تفسیر میکنیم؟ میگیم یقینا شرک است، کفر بسیار بزرگ هست. شرک چی است؟ ظلم عظیم است. اینجا ظلم مساوی با چی هست؟ با کفر است. اما ظلم اصغر چی هست؟ مثلا این چی است؟ کسی که گناه میکنه. و ظلم اصغر و هو الکبائر و ما دونها. ظلم اصغر چی است؟ گناه های کبیره این ظلم است. الله متعال میگه و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هر کسی که از حدود الله تجاوز میکنه، الله برش یک حکم کرده، از او تجاوز میکنه، این حال میگه چی است؟ میگه بالای نفس خود ظلم کرده. یا مثلا در آیت شریف دیگه میگه که ان الذين یاکلون اموال الیتامی ظلما. یقینا کسانی که مال یتیما را چی میکنن؟ به ظلم میخورن. حالا اینجا مال خوردن یتیما، اگر یک کس مال یتیما را میخوره این ظلم است نیست؟ بله، اما این ظلمش ظلم اصغر هست، ظلم نیست که ایره به کفر بکشانه، مثل ان الشرک لظلم عظیم نیست. اینجا هم برش کلمه ظلم استعمال شده، لکن امی کسی که مال یتیمه میخوره به ظلم انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، یعنی در معده هایشان آتش پر میشه و در دوزخ داخل میشن، لکن نه به اساس کفرشان، کافر نیستن، مسلمان هست لکن
چی کرده؟ نفسش سرش چی کرده؟ ظلم نفسش سرش غلبه حاصل کرده، ظلم کرده، مال یتیم خورده. اینا علما در مورد ظلم اصغر چی میگن؟ میگن حکم چی است؟ و هو الذی لا ينفی الایمان عن صاحبه. میگه حکم ظلم اصغر چی است؟ که از ایمان از صاحبش دور نمیکنه. این چی است؟ این به ایمان نمیسازه، لکن ظلم کرده. و هو محصور فی ظلم العباد انفسهم فيما بینهم و بین ربهم. بعضی اوقات مثلا بعضی کسا ظلم بر نفس خود میکنن، حقوق الله را انجام نمیده. و بعضی کسا مثلا مخلوقات درباره مخلوقات مثلا ظلم میکنن یا کسی حقش میخورن، بنابراین از دایره ایمان نمیکشن. قسم پنجم فسق اکبر هست. فسق اصغر ببخشید. از جمله نواقص یا نقصان رساننده ها به ایمان چی است؟ یکیش هم فسق اصغر هست. فسق چی رو میگن؟ فسق در لغت به معنای خارج شدن و در اصطلاح العصیان و ترک امر الله تعالی و الخروج عن طاعته و عن طریق الحق. این میگه که فسق چی هست؟ نافرمانی الله هست و خارج شدن از طاعت الله هست و از راه حق است. و فسق هم دو قسم می باشه. فسق هم دو قسم است. یکی فسق اکبر است، هو ردیف الکفر الاکبر و شرک الاکبر. یکی فسق اکبر است که یخرج صاحبه من الاسلام، که کسی که به این فسق اکبر مبتلا شوه ایره از دایره ایمان خارج میکنه و یخلده فی النار، ایره بر همیشه در دوزخ داخل میکنه. نظامات در صورت که بمیره ولا یتوب منهم. و برای شفاعت شافعین هم فایده نمیرسن. چرا؟ این فسق اکبر است. الله متعال میگه انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون. اینجا چی گفت؟ الله متعال میگه کسایی که به الله و رسولش کافر میشن و مردن در حالی که اونا فاسق بودن، فاسقایی که مبتلا به کفر اکبر هستن. پس اینجا فاسقون برای کافرها گفته شده هست. و من در آیت دیگه این سوره توبه آیت 84 بوده، سوره نور آیت 55 هم الله متعال میگه من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. این کسی که کافر شد اونا فاسق هستن. بنابراین اینجا که فاسق استعمال شده یعنی فاسقایی که اینا در کفر اکبر داخل هستن که اینا را از دین میکشه. قسم دوم فسق اصغر هست. فسق اصغر مثل کفر اصغر، شرک اصغر، و او فسق دون فسق است، یعنی فسق کوچک است. و هو المعصیه التي لا تنفی عن صاحبها اصل الایمان او مطلق الایمان. میگه او چی است؟ میگه این همون معصیت هست، گناهی هست که انسان از اصل ایمان دور نمیکنه و صفت اسلام از این دور نمیکنه. مثل که الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ. یا مثلا اگر یک فاسق پیش شما یک خبر آورد، یک مسلمان غیبتگر است، سخنچین است، پس این سخنچین چی هست؟ این فاسق هست. یا مثلا کسایی که غیبت میکنن و این چیزا میکنن، میگه بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی امی غیبت کردن، اینمی مثلا نش رساندن، اینمی مثلا این کارا که سخنچینی کردن، یا کلشان در فسق داخل میشن، لکن فسق اصغر است که اینا از دایره ایمان خارج نمیشن، لکن گناهکار هستن. قسم ششم بدعت صغرا هست، یعنی بدعت کوچک. ما دو قسم بدعت داریم. یکی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که و ایاکم محدثات الامور، از چیزهایی که نو در دین پیدا شده از این شما خودداری بکنین. فإن كل محدثة بدعه، هر کسی که مثلا در دین یک چیز نوی را میاره این بدعت هست. این چی است؟ بدعت است. و کل بدعت ضلاله، و هر بدعت که چی است؟ گمراهی هست. این حال علما چی میگن؟ علما باز میگن که ان البدع منها ما هو خفیف و منها ما هو شدید مخرج عن المله. میگم این بدعت هم که از دو قسم است. در درس‌های بعدی ما و شما بدعت هنوز نخواندیم، این هم باز میایه. میگه بدعت که هست دو قسم است. یکی بدعت چی است؟ یکی بدعت خفیف هست، یعنی بدعت صغیر هست، اصغر است.
و منها ما هو شدید، بعضی بدعت ها بسیار بدعت سخت است، مخرج نار المله، از ملت انسان هم میکشه. مثلا بدعت واسطه قرار دادن بین خالق و مخلوق. این بدعت کی ایجاد کرد؟ عمرو بن لحی ایجاد کرد که بت‌ها را آورد اطراف مکه گذاشت، بنابراین یک بدعت انجام داد. این بدعت چی بود؟ گفت اینمی بت‌ها که است بین ما و بین خالق واسطه هست، ما عریضه خود پیش از این بت‌ها میاریم، بازی بت‌ها امی درد دل ما را به الله میرسانه. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینا را عبادت نمیکنیم مگر به خاطر که اینا ما را به الله نزدیک میسازن. پس اینی بدعت از اینا بدعت چی بود؟ بدعت کبرا هست، بزرگ هست. یا مثلا بدعت نصرانی ها که مثلا یک کسی به نام پولس یا شاول ترتوسی خست یک بدعت را ایجاد کرد. تو که بدعت چی هست؟ بدعت را ایجاد کرد که گفت که عیسی علیه السلام پسر الله هست. این بدعت اعتقادی میگن که این انسان به کفر میرسونه. مثالش بسیار زیاد است، مثلا عقیده حلول و عقیده مثلا وحدت الوجود و اینا کسی یا کلش در بدعت های بزرگ است که بدعت های مکفره میگن. بدعت های صغیر که از سوره چی میگن؟ بدعت های مفسقه میگن که انسان فاسق میسازه، گناهکار میسازه. مثل مردم ها بعضی چیزهای مخالفت با سنت میکنن، لکن به درجه نیست که اینا را چی کنن؟ از دایره ایمان بیرون بکنه. پس این بدعت هست. پس از این خاطر ما و شما خلاصه درس امروز ما و شما چی بود که ما امروز خواندیم که نواقص ایمان عبارت از چیزهایی هست که اونا ایمان ناقص میسازن، ایمان انسان ضعیف میسازن، لکن کسی که بینا مرتکب باشه این از دایره ایمان خارج نمیکنه، که 6 چیز بود: کفر اصغر، شرک اصغر، نفاق اصغر، ظلم اصغر، فسق اصغر و بدعت صغرى. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.